سلام، چطوری؟ سلام، ممنونم. میشه خودتو برام معرفی کنی؟ من مارالم و بیزنس تریست میکنم. مارال، روز اولی که وارد تریستا شدی چه چیزی قبلا در تو جلب کرد؟ برام خیلی جالب بود که هم جنگل داره و هم دریا داره، قشنگ انگار شمال ایرانه و اینکه چقدر کوچیکه، یعنی 2 روز توش باشی همه جای اصلی شهر رو بلدی. میشه بهم بگی هزینه‌های زندگی توی این شهر چطوریه؟ من 300 تا اجاره میدم، ولی میتونید با قیمت کمتر پیدا کنید. تازه اتاق من 2 پیاست، اما در عوض شرایط خونم خوبه، یعنی به سوپرمارکت نزدیکم، به دانشگاه نزدیکم، به مرکز شهر نزدیکم، خیلی امنه، خیلی ساختمون تمیزیه، نوسازه، ولی میتونید با قیمت کمتر هم یکم دورتر با یکم استانداردهای پایینتر پیدا کنید. و در مورد خوراکم تقریبا شبیه بقیه شهرهای ایتالیاست. 150 تا ماهانه اگه خودتون غذا درست کنید. اگه خودتون غذا درست نکنید که خیلی هزینه زیاد میشه، باید خودتون غذا درست کنید. در مورد حمل و نقل عمومیش خوبه، همه چیز سریعه، تقریبا اتوبوسا به موقع است، اما خیلی مقرون به صرفه نیست، به خاطر اینکه تقریبا 30 و خورده تا ماهیانه باید بدی. یعنی مثلا اگه بخوای روزانه بگیری میشه 3 یورو و اگه بخوای ساعتی بگیری میشه 1.5 یورو. خیلی اتوبوساش ارزون نیستن. نرخش قانون تفاوتی با باقی شهرها نداره، ولی شاید برای تریسته که کوچیکه و پیاده میشه جابجا شد حتی این مقدار زیاد باشه. میشه بگی که دانشجوها با توجه به حجم درس‌ها اول میتونن به صورت پاره وقت کار کنن؟ من خیلی رو میشناسم دارم پاره وقت کار میکنن، من دارم کار نمیکنم به خاطر اینکه بعضا من نمیرسیدم، ولی بچه‌هایی که سال اول میان و سال اول درس پاس میکنن به نظرم میرسن. ولی اگه بیای سال اول مثلا من نتونی درسی رو درست پاس کنی، کم درس پاس کنی، ممکنه که به مشکل بخوری. طبیعتاً اولویت نگه داشتن بورسی است. میتونی به هم بگی که درآمد کار پاره وقت اینجا چطوریه؟ بستگی داره. بیشترین شغلی که بچه‌هایی که زبان خیلی بلد نیستن انجام میدن دلیوری غذاست که به نظرم بین 7 یورو تا 10 یورو ساعتیه، ولی خب کار دشواریه. یعنی مثلا اینکه توی هر حالت هوایی تو باید روی دوچرخه یا موتور باشی، کار راحتی نیست. کاری که دخترها بیشتر انجام میدن پرستاری بچه است که من فقط 1-2 نفر رو میدونم که همچین کاری میتونن بکنن، چون به زبان ایتالیایی بیشتری احتیاج داره نسبتاً. اون از نرخ 10 یورو تا 15 یوروه، نسبتاً گرونه، ولی خب خیلی کار سختی گرفتنش، چون باید هم ایتالیایی بیشتر بلد باشی، هم باید اعتماد اون خانواده رو داشته باشی و این کار سختی نسبتاً. و کار دیگه که بچه‌ها میکنن برای کار کاستومر سرویسه، برای اون باید ایتالیایی حتی از پرستاری بچه‌ها بهتر باشه و میشه درآمد خوبی باهاش داشت. درآمدش خیلی متغیره، خیلی هستن که ممکنه درآمد خیلی خوبی ازش داشته باشه. پس به طور کلی با زبان انگلیسی هم میشه کار پیدا کرد، ولی یکم سخت‌تر هست شرایط. هر چقدر که زبان ایتالیایی بلد نباشی باید کار بدنی بیشتری انجام بدی. یعنی کلا یه رابطه است، هر چی ایتالیایی بیشتر بلد باشی کاری که میکنی با کیفیت تره. Fair enough. خب به همون بگو که هزینه‌های خوابگاه چجوریه و آیا خوابگاه به سال اولیا هم تعلق میگیره؟ معمولا سال اولیا خوابگاه برنده نمیشن، سال دومیا تقریبا همه خوابگاه برنده شدن. هر کس که مدارکش به موقع رسیده بود خوابگاه برنده شد تقریبا، نه همه ولی خیلی تعداد زیادی. اما خوابگاه ایرتریس خیلی به صرفه نیست، چون اجارهشون با من خیلی تفاوت آنچنانی نداره، یعنی اینجوری نیست که خیلی و ارزون بشه، ولی از سال دوم خوابگاه گیرتون میاد. اطلاعی داری که خوابگاه هزینه‌اش دقیقاً چقدره و در مورد اون خوابگاه خصوصی سیکس هم بهمون بگو. خوابگاه خصوصیه که نسبتاً گرونه، الان به نظرم تقریبا 300 یورو برای اتاقایی که به هم دیگه وصله. حالتهای مختلف داره ولی خیلی ارزون نیست. برای خوابگاه‌های دانشگاه هم اونی که من میدونم من نظرم 260 کمتر 250 شاید توی همین رنجه، ولی خوابگاه دانشگاه ساختمان‌های متفاوت داریم، ممکنه جایی باشه که ارزون‌تر باشه و من خبر نداشته باشم، ولی تو جاهایی که من میدونم آنچنان
خوابگاه قیمتش فرق نمیکنه. آخه کلا شک دارم نرخ خوابگاه ها متفاوت باشه. حداقل توی ورونا که همه یه مقدار میدن، حتی اتاق سینگل با 2 هم یکی میده، هیچ تفاوتی نمیکنه. به هم بگو که پیدا کردن خونه چقدر برات چالش برانگیز بود و کلا اینطور که شنیدیم توی ایتالیا داره خونه کم میشه و خونه پیدا کردن دردسر برای دانشجوها. بستگی داره چه زمانی از سال برسید. اگه زمانی از سال برسید که هنوز وقت خوبی برای خونه پیدا کردن باشه، حالا کارتون راحت تره. اگه دیر برسید کارتون سخت تره. بعد بستگی داره که من الان فقط دارم در مورد اجاره حرف میزنم. وقتی میخوای خونه اجاره کنی تو یه پول بنگاه داری احتمالاً که اون رقم زیادیه. مثلا یهو میگن 2 ماه از اجاره رو فقط بده بنگاهی، بعد 2 ماه هم باید بدی برای دپازیتت، یهو رقم زیادی میشه. برای همین خوبی کسایی که میرن خوابگاه اینه که دیگه پول ریل استیت نمیدن دیگه، مستقیم میرن خوابگاه. یه 600 یورو شاید به صرفه تر باشه واقعا اگه بخوای پول بنگاهی بدی. توی تریستا خونه پیدا کردن خیلی راحت نیست، اما به سختی شهرهایی که خیلی دانشجویی هم هستن نیست. یعنی اصلا نمیتونم بگم سریع خونه پیدا میکنید، به خصوص اگه استانداردتون بالا باشه. اینجا همه خونه قدیمیه، ولی اینجوری هم نیست که بگم غیر ممکنه بیاید پیدا نمیکنید و اینا. خب ایتالیا کلا این مشکلات خونه قدیمی رو خیلی از دانشجوها دارن و دنبال یک مدرنیته میگردن که متاسفانه موجود نیست اینجا. البته یه چیز خوبی که هست اینه که سال دیگه دوباره این بچه‌هایی که سال اول بیزنس ایرانی بودن میرن خوابگاه همه سال دوم. بعد شما یه سری خونه دارید تو گروه‌های ایرانی که خالی شده، یعنی میتونید برید اتاقای اونا رو سریع بگیرید. پارسال این اتفاق افتاد و خیلی از بچه‌ها راحت خونه پیدا کردن و خیلیشون مثلا حتی پول ریل استیت هم ندادن بخاطر اینکه خودشون اتاق رو پیدا کرده بودن. میشه با توجه به این شرایط بگی به نظرت حدوداً تا قسط اول رو بدن چقدر توی تریست خرج میشه؟ خب یه سری هزینه اولش داره که اصلا از هزینه‌های زندگی جداست. مثلا من خودم بیمه خریدم، ولی مثلا میتونی بیمه ایران بخری، ولی من بیمه ایران نخریدم به خاطر اینکه بیمه‌ای که الان دارم مثلا تا 2-3 تا دکتر متخصص در سال رو پوشش میده. خیلی پوشش قوی نیست، ولی خب حالا دلم به یه چیزی گرمه بالاخره. بعد خیلی بستگی داره که چقدر توی خونه موقت باشید. من هیچی تو خونه موقت نبودم، مستقیم تو خونه دائم بودم. بستگی داره که چقدر هزینه‌های مثلا یه سری وسایل اولیه میای اینجا مثلا نداری دیگه، مثلا روغن نداری یا مثلا مایتابه نداری این چیزا رو باید بخری. یه سری هزینه اولیه اونجوری داری. پس دقیق نمیتونم بگم. بنظرم برای ماهیانه زندگی کردن تا اون 500 تا ماهیانه وقت توی ذهنتون بذارید. با پول گیت پرمسو اینام حداقل 1000 تا حداقل، یعنی اگه انسان خیلی باهوشی باشید و خوب کنترل کنید در نظر بگیرید 1000 تا. آره قطعا که مثلا اگر که پول ایجنسی قرار باشه بدید خود 600 تا جداست. یعنی آره و خب دیپازیت هم بگی 600 تا 1200 هم اینجا خرج میشه مستقیم. آره بعد خود کیت پرمسو اینام یه 300 تا خرجشه اگر بیمه بگیری. آره حدودا نزدیک 80 تا خود پست کردن کیت خرجشه و هزینه بیمه و هزینه پمپ رو اینم بهش اضافه کنی نزدیک 300 تا در میاد. یه چیزی توی صحبتات اشاره کردی، بیمه وای ایتالیا، درست میگم؟ بله. فقط خواستم بدونم کدوم بیمه هست که غیر از اون بیمه 700 یورویی که هممون میدونیم یک پوشش شاید نسبی داشته باشه. چیزی که هست اینه که هزینه‌های دندون رو اصلا پوشش نمیده، هزینه‌های دارو رو پوشش نمیده، اما اگر که در خونه یه کیس امرجنسی داشته باشید یا دکتر زنانی لازم بشه برید، یه چیزی که دیگه مثلا نرسید برید ایران، همین رو میخواید برید و چکش کنید چون برای خیلی‌ها پیش میاد، این مثلا تا 2-3 تا دکتر میتونید زنگ بزنید و حتی مثلا ویزیت در خونم تا 2-3 تا کیس دکتر میتونید داشته باشید. من تا حالا استفاده نکردم ولی قابل استفاده کردم. جانم. یه مورد دیگه ای که به ذهنم رسید در مورد بیمارستان شرایط درمانیه. اورژانس اصولا اینجوریه که حداقل توی شهر ما شما باید
تقریبا 24 ساعت منتظر بمونی تا تازه یک دکتر ویزیتت کنه وقتی شرایط به نظرشون اورژانسی نیست. شرایط اورژانسی هم یعنی که تو داری میمیری، وگرنه اینکه من حالت تهوع دارم و صبح حالم بد بوده چندان شرایط اورژانسی براشون حساب نمیشه. مثلا هم توی تریسته چجوری؟ آیا شما این مشکلاتو دارید؟ بستگی داره که چه روزی از سال مریض شی واقعا. اگه روزهای تعطیل مریض شی باید بری بیمارستان مرکزی که توی بیمارستان مرکزی همینه. تازه اگه برای کیس غیر اورژانسی بری دعوات هم میکنن که مثلا چرا برای یک کیس الکی اومدی مثلا بیمارستان مرکزی. هرچند بگی خب همه جاها تعطیل بود فقط اونجا باز بود قبول نمیکنن، نمیپذیرن اصلا. اما اگه در روزی باشه که بیمارستان‌های کلینیک عادی باز باشه، اسمشو دقیقا نمیدونم ولی خیلی از خونه من دور نیست، من تا حالا رفتم 4-5 ساعت معطل شدم و دکتر عمومی دیدتم دیگه، به خاطر اینکه البته کیسم خیلی چیز دکتر تخصصی هم نمیخواست. یه 5-6 ساعت منتظر بودم و رایگان بود، کاملا همه پروسه رایگان بود به جز دارو که دیگه دارو رو باید خودتون جدا بگیرید. خیلی هم خوب. برگردیم سر دانشگاه. به هم بگو سطح دانشگاه رو چطوری ارزیابی میکنی؟ اگر که اشتباه نکنم توی QS رنکینگ تریسته 600. به نظرم که برای من حداقل الان رنکینگ انقدر ملاک نیست، یعنی یه چیزیه که اون موقع که داری اپلای میکنی تو ذهنته، بعدش کامل از ذهنت خارج میشه که کجا داری درس میکنی. به نظرم سطح علمی استادا خوبه، استادها همکارن، یعنی مثلا اگه بخوای واقعا چیزی رو یاد بگیری و جدی بگیری اون تخصصی که دارن کار میکنن و کمک میکنن. برنامه‌های جدا از درس هم زیاده که مربوط به آکادمی هنوز باشه. مثلا اگه به فایننس علاقه داشته باشی ما یه فایننس کلاب داریم، اگه به ساستینبیلیتی علاقه داشته باشی ما یه دونه اون رو داریم و تا جایی که من میدونم مثلا سیلب دانشگاهمون آدمی که ایتالیایی حرف نزنم میگیره. پس موقعیت اینجوری اگه آدمی باشید که علاقه دارید زیاد. پس کانکشن زدن با اساتید سخت نیست. رفتار اساتید با دانشجوهای بین‌الملل چطوریه؟ من جز یک موردی که رفتار بد دیدم با خودم نبود، با یک انسان دیگه بود، رفتار بدی ندیدم. ولی خب آدم باید خودش هم احترام خودش رو نگه داره، یعنی وقتی مثلا 20 تا امتحان رو تقلب میکنی، 20 بار از سر کلاس بلندت میکنن، سر همه کلاس ها حرف میزنی، شوخی بی منظور میکنی سر کلاسی که 400 نفر آدم نشسته داره ریکورد میشه، خیلی قرار نیست واکنش خوبی بگیری. ولی من چیز ریسیست ندیدم، یعنی این کاریه که اگه ایتالیایی هم انجام بده کسی خوشحال نمیشه بابتش. That was a good point. دقیقاً جریان اینه که ما رفتار درستی رو نشون نمیدیم و بعد وقتی واکنش درستی نمیگیریم اینجوریم که نه به خاطر دانشجوی بین‌الملل بودنمون این رفتار رو دارن، به خاطر مخصوصا ایرانی بودنمون این رفتار رو دارن، در حالی که منم چنین واکنشی ندیدم که صرفاً مخصوص دانشجوهای بین‌الملل به این خاطر باشون بد باشن. یه چیزی که هست من نمیتونم بگم که اصلا آدم‌های ریسیستی نیستن، یعنی تو توی جامعه به خصوص توی شهر ما که یک سابقه‌ای داره از اینکه اصلا مثلا مال ایتالیا نبوده و اینا، ممکنه که یه چیزایی ببینی از مردم شهر، خب اونم نه توی خیابون راه بری، مثلا ممکنه یه همسایه داشته باشی بعداً باش خوب کنار نیای، یا مثلا چیزای اینجوری ممکنه مثلا توی 6 ماه یک بار ببینی، 2 بار ببینی، ولی نباید همیشه بک‌گراند ذهنی این باشه که نه همه از من بدشون میاد به خاطر اینکه همه ریسیستن. اگه اینجوری فکر کنی مثلا سوپرمارکتی هم بهت اخم کنه فکر میکنی به خاطر اینکه ریسیسته. اینجوری نیست، بعد از ذهنتون رو بیرون کنی، یکم راحت‌تر بگیری. توی شهر ما خیلی نداره، خیلی هم اینترنشنال استودنت زیاده، یعنی توی دانشگاه ما فقط ایرانیا که خیلی هستیم، لبنانیا بسیار زیادیم، اسلوونیایی زیاد داریم، بعد راشن داریم، اوکراینی داریم، از همه کشورها تقریبا. مثلا آمریکایی تا حالا ما نداشتیم، هر سری هم استاد اولی کلاس می‌پرسن، ولی مثلا بعد کلی دانشجو اراسموس داریم. به نظر توی همچین محیطی خیلی کم واکنش بد میگیره. یه موردی که الان به ذهنم رسید اینه که سطح زبان انگلیسی مردم چجوریه و آیا
حتی اگر زبان بلد نباشن شما ازشون سوالی بپرسی واکنششون چجوریه. مثلا ممکنه سوالی بپرسی و چون زبان بلد نیست صرفا ایگنورت کنه بره، یا نه تلاششون میکنه که هر طور شده که به تو جواب بده و مشکلتو حل کنه. خیلی بستگی داره با چه آدمی اون روز دارید برخورد میکنید. مثلا ما توی یه کارمند پست داریم که مثلا ما زبان بلد نیستیم، همیشه کمکمون میکنه، حتی مثلا وظیفش نیست که کمک کنه من فرمو پر کنم، وظیفه کار اون نیست، ولی مثلا اون هم کمک میکنه. یا مثلا خیلی از اساتیدی داریم که وقتی من اینجوریم که خب مثلا من میخوام ایونت رو بیام، نگرانیم اینه که ایتالیایی بلد نیستم، اینجوریه که خب مثلا کمک میکنیم. هم تیمی هایی دارم که مثلا میگم اوکی ورکشاپ رو میخوام بیام، اینجوری که خب مثلا من کل روز میشینم کنارت برات ترجمه میکنم. کارهای اینجوری از آدم ها میبینی، ولی ممکنه یه روزی هم باشه که طرف هیچ انگلیسی بلد نباشه و اینجوری باشه که اوکی همین مثلا وایس دارم همکارمو بیاد، یا مثلا ممکنه واکنش اینجوری هم زیاد میگیری، یا مثلا توی منسا میخوای به طرف بگی بعد صف شلوغه، طرف اعصاب نداره، ممکنه موقعیت این شکلی پیش بیاد برات، ولی بهتره خیلی جدیش نگیری رد کنی بره. مهم اینه که اکثر آدم ها ریسیست نباشن و واکنش های بدی نشون ندن، چون دیدیم که بعضی از شهرهای اروپا اینطوریه که وقتی به زبان خودشون صحبت نمی‌کنی خیلی واکنش‌های بدی نشون میدن. در حالی که تجربه من این بود که توی ایتالیا اگر سعی کنی که زبانشون رو یاد بگیری، حتی 2-3 تا کلمه بتونی صحبت کنی، خیلی استقبال میکنن و خیلی خوششون میاد از این مورد. توی صحبتات اشاره کردی که دانشجوی بین‌الملل خیلیه. در نتیجه امکانات شهر به عنوان یک شهر دانشجویی رو چطوری ارزیابی میکنی؟ مثلا اینه که اصلا شهر دانشجویی نبوده، یهو توی چند سال پیک دانشجو بهش خورده، برای همین که مثلا ممکنه مشکل خونه پیش بیاد. الان مثلا CX وقتی که افتتاح شد همون ماه اول همه اتاقاش گرفته شد، انسانهایی هم بودن که اپلای کردن و اتاقی دیگه وجود نداشت. یا سال دیگه دانشگاه قرار اتاقای CX رو بگیره. یعنی شهر دانشجویی نبوده، شهر کلا استراکچرش برای اون نبوده، دانشگاه هم دانشجوی انقدر نداشته. مثلا خیلی وقتا ما میریم سر کلاس میبینیم خیلی زیادیم، اتاق جا نداره، میریم توی مثلا سالن اصلی. یعنی یکم طول میکشه تا عادت کنن به این حجم از دانشجویی که ما هستیم، ولی شاید دانشجویی نبوده. ولی بعدم بندای خود خوب دارن اداپت میکنن خودشونو، مثلا همه کلاسای ما رو میذارن توی سالونایی که در اصلش باید امتحان گرفته باشه. اینکه خوب دارن اداپت میکنن و من واقعا موافقم، چون ما میریم سر کلاس و تعداد زیادی هستیم، کلاس جا نداره و هیچ واکنشی هم مسئولین دانشگاه نشون نمیدن که کلاس ما رو جابجا کنن. مجبوریم صندلی از بیرون بیاریم، حتی بعضی سر پا وایسن. حتی این اتفاق کم میفته چون به نسبت بچهای شما ما تعدادمون خیلی کمه. ما کلا توی این کورس 40 تا 50 نفریم، ولی شما فکر می‌کنم تعدادتون خیلی زیادتر باشه. ما خیلی زیادیم. ما بعضا ورودی ما مثلا 150 نفر بودیم، بعد ورودی سال بعدش رو حساب کن، بعد ورودی که داره امسال میاد رو حساب کن. در واقع چیزی که طبق گفته دانشگاه ما میدونیم اینه که تریسته فقط 200 نفر برای بچهای لیسانس دانشجویی میگیره، دانشجوی بین‌الملل میگیره. در واقع شما حالا ظرفیت ایتالیایی رو بهش اضافه کن، ظرفیت بچهای مستر رو اضافه کن، هرچند خیلی تعداد بچهای مستر اینجا کمه به زبان انگلیسی. البته به خاطر اینکه خیلی کورس مستر انگلیسی نداریم. من چک کردم ما تا پارسال هم یه کورس توی وبسایت بود برای بچه‌های کلا رشته ما برای مستر، ولی امسال توی سایت دارم نمیبینمش. کلا خیلی دگری انگلیسی مستر اینجا نداریم. حتی من یه رشته اکانومیک دیدم که بچه‌ها اپلای کرده بودن و در نهایت ازشون زبان ایتالیایی خواسته بود، در واقع 2 زبانه بود. آفرین. اصلا توی اون کورس توی دیسکریپشنش نوشته که سال اولش مثلا ایتالیایی، سال دومش انگلیسیه. یعنی توی مسترهای منیجریال من هنوز چیز ندیدم، امسال برای خودمون چیز ندیدم به انگلیسی. برگردیم به جو شهر. به هم بگو توی روزهای تعطیل سرگرمی ها و تفریحاتتون کجاست؟ آیا جایی برای
گشتن داره. میگن شهر کوچیکه و خب شهر کوچیک تفریحات زیادی نداره طبیعتاً. بستگی داره، مثلا اگه آدمی باشی که طبیعت دوست داری مثلا میتونی هر روز باشی بری جنگل، مثلا جاهای اینجوریش تمومی نداره واقعا. یعنی ولی اگه مثلا آدم خیلی دنبال تفریحایی باشه که تو شهرهای بزرگ ایران وجود داشت، اینجا واقعا وجود نداره. اینجا میتونی بری یه کافی بگیری، میتونی یه پیتزا بگیری، یه بیلیارد بازی کنی، مثلا یه دونه سالن بولینگ داریم بیرون شهر، مثلا اینجوریه دیگه. یعنی خیلی شهر کوچولوییه ولی خودشون تفریحاشون با همین شهر اداپته شده. یعنی مثلا خیلی از آدما بوت دارن، مثلا برای اینکه دریا داریم تفریح آبی زیاد دارن، خیلی هاشون طبیعت گردن، تفریح اینجوری زیاده. ولی مثلا این که بهتون بگم نایت لایف داشته باشه نداره. یعنی سوپرمارکت همه چی بسته از ساعت 8 شب، هیچی پیدا نمی‌کنی، یعنی مطلقاً مغازه هیچی پیدا نمی‌کنی. بار مثلا یه خیابون ما فقط بار داریم. یعنی شهر بسیار کوچیکیه دیگه. مثلا آخر هفته ها همون آدمایی که تو دانشگاه رو می‌بینی بیرونم تو همون بارها می‌بینی، بعد همون آدما تو جیم هستن. یعنی اصلا بسیار شهر کوچیکیه. خیلی توقع تفریح آنچنانی ازش نداشته باشید، ولی شهر بسیار زیباییه. یعنی ساختمان‌های خوشگلی داره، طبیعت خوشگل داره، بعد شهر کوچولوی نزدیکش زیاده. مثلا اگه یه ساعت ترین بگیرید میتونید برید شهر بعدی رو ببینید و 2 ساعت هم که با ونیز بیشتر فاصله نداره. آره، بعد مثلا با اسلوونیا مثلا نیم ساعت هم فاصله نداره. خیلی هم میخوان رستوران برن میرن اسلوونیا رستوران میرن. یعنی اینجوریش بد نیست. خیلی خوبه پاشی بری یه کشور دیگه رستوران. بعدم یه چیزی هست، بودجه دانشجوی من خیلی بودجه کمیه، وگرنه ما مثلا اینجا پیست اسکی داریم، انقدر با اون پیست اسکی فاصله داره. مشکل اینه که بودجه های ما خیلی دانشجوییه، وگرنه برای کسی که اینجا زندگی و کار کنه به نظرم حوصله‌اش سر نمیره واقعا. از طبیعتا دانشجویی که از شهر بزرگ میاد و عادت به نایت لایف و حالا دور به قول خودمون حتی داره، احتمالا اینجا اذیت میشه. اینجا دوام نمیاد. داره که اول که خیابون برای دور نداریم، همه خیابونا بسیار کوچیکه، توی شب هم مثلا ماشین زیاد نیست اصلا. یعنی چیزی به اسم ترافیک در شب اینجا وجود نداره. مثلا ترافیک مثلا شاید پشت یه چراغ قرمز بخواید توی ظهر وایسی، هیچی ترافیک نیست. همه توی نایت لایف پیادن، به خاطر اینکه اونجایی که بارا و اینا هستن اصلا ماشین حق نداره بره، فقط پیاده روه. جالب. بعد بسیار هم کوچیکه، یعنی مثلا یه شب بری شب دوم ازش خسته میشی. از تویی که عادت به شهرهای بزرگ داری و میگه اذیت میشه، فکر می‌کنم بری ناپل بهتره. ولی امنه، باید که بسیار امنه. یعنی علاوه به نسبت شهرهای دیگه ایتالیا خیلی امنه. مثلا اینجوری هم نیست که بگم که هر کاری کنی امنیت داری، اینجوری نیست، ولی نسبت به شهرهای دیگه ایتالیا امنیت داری. من دیدم بچه‌ها میگن مثلا شب دیر وقت از کلاب برمیگردن هم حتی کاملا اوکیه و مشکلی براشون تا الان پیش نیومده. خیلی بستگی داره، یعنی مشکل ممکنه پیش بیاد، اینجوری نیست که بگم احتمالش صفره. شما با موضوع خودتون به هر حال باشید، ولی اینجوری نیست که بگم داری توی خیابون راه میری ممکنه اتفاق نه دزدی ازت میشه، نه بسیار شهر خلوت و ساکتیه و واقعا امنه. یعنی بلکه خودت یه کاری کنی که امنیت، مثلا یه خیابون داره امن نیست، مثلا همونجا رو اگه بری دیگه حالا دیگه عالی شد. همون یه دونه رو در مورد حمل و نقل عمومی صحبت کردیم، بهم در مورد دوچرخه و اسکوتر بگو. من توی سطح شهر حداقل دوباری که اومدم دوچرخه و اسکوتر زیادی ندیدم. بخاطر اینکه شهر رو کوهه، یعنی برای دوچرخه اگه دوچرخه برقی نباشه این شکلیه خیابون دانشگاه، یعنی تو با دوچرخه عادی نمیتونی اینو پا بزنی اگه خیلی ورزشکار نباشی. بنابراین دوچرخه عادی خیلی چیز خوبی نیست توی شهری که همش این شکلیه. ولی اسکوتر برقی بچه‌ها زیاد دارن نسبتاً. اگر بخوای از سریاسته بری شهرهای دیگه، ترین و اتوبوس‌های بین شهری رو چطوری ارزیابی می‌کنی؟ به نظرم اصلا ربطی نیست و یه شهر ربط نداره. مال کل ایتالیا به نظرم خوبه، یعنی 3-4 تا کمپانی اتوبوسن که خوبن. ما یه ترین استیشن داریم که
جدیدن هم تازه یه سری ترین جدید بهش اضافه کردن. یعنی مثلا کلا خوبه توی اروپاست دیگه، یعنی میتونی بگردی. بعد لب مرزه، به خیلی از کشورها خیلی نزدیک‌تری، همونقدر که از اون ور ایتالیا دوری مثلا بخوای بری خواهرت رو ببینی دوره، ولی مثلا به اسلوونیا نزدیکی، به همه کشورهای اونوری نزدیکی. بچه من نزدیک به 4 ساعت و نیم توی راه بودم تا تریسته. این برای دنیاست قشنگ. آره. خب بازم نسبت به این که آدم بخواد بره روم یا ناپل و اینا خیلی نزدیک تره، در حال شماله. و در آخر به هم بگو که در مورد زبان ایتالیایی برای کار پاره وقت تا حدی صحبت کردیم. در مورد کار تمام وقت چی؟ آیا تا حالا چک کردی ببینی جایی باشه که بگه زبان ایتالیایی جزو موارد واجبیه که شما باید بلد باشی و بدون اون کار بهتون نمیدیم؟ و حتی در مورد زندگی کردن، من همیشه میگم حداقل توی شهر ما با زبان انگلیسی میتونی کاراتو راه بندازی، ولی به این معنا نیست که زندگی بهتری داری، زندگی در سطح کسی که زبان ایتالیایی بلده داری، چون خیلی از ارتباطاتشون با زبان ایتالیاییه و تو به خوبی نمیتونی باشون ارتباط بگیری. توی تریسته چطوریه؟ برای کار تمام وقت که تقریبا تو 95% کارها تو باید ایتالیایی بلد باشی. یعنی اون 5% هم مربوط به کارهای مهندسی خیلی تخصصیه که مال من نیست. توی 95% کارها تو باید بلد باشی که ایتالیایی حرف بزنی، حتی برای خیلی از کارهای پاره وقت. برای زندگی هم به نظرم کیفیت زندگی بالا نمیره اگه ایتالیایی بلد نباشی. یعنی من الان اینجا دارم زندگی میکنم، ولی من اینجا تئاتر نمیتونم برم، مثلا سینما مثلا یه شب در هفته یه فیلم انگلیسی بذار بتونم برم، کلاسی که مثلا کلاس ورزشی که مثلا مربی داشته باشه که مربی عمومی باشه نمیشه بری. یعنی مثلا بدنسازی میتونی بری بخاطر اینکه نه یه سوال بخوای بپرسی، ولی نمیتونی بری باله کار کنی بخاطر اینکه اون استاد داره یه چیزی به ایتالیایی میگه، تو باید بفهمی. بعد برای ارتباطات هم به نظرم میشه باشون ارتباط گرفت، ولی بسیار کار سختیه. یعنی شانسش وقتی که ایتالیایی بلد نیستی خیلی کمتره تا وقتی که ایتالیایی بلدی، به خاطر اینکه خیلی هاشون انقدر حوصله ندارن که مثلا تمام روز رو انگلیسی حرف بزنن. یعنی براشون سخته و میفهمن مثلا طرف 5 ساعت انگلیسی وقتی میخواد حرف بزنه انگلیسیش مثلا آدوه، سخته، یعنی همش داره ذهنش کار میکنه. ما یه عبارت داریم میگیم انگلیسیشون ته میکشه، خیلی هم ربطی به سطحشون نداره. استاد مثلا توی سیویش زده من 32 دارم، عملا 32، یعنی آیلتس 9 داره احتمالا دیگه، ولی در نهایت یهو وسط کلاس دیگه حوصله‌اش نمیشه انگلیسی حرف بزنه و سویچ میکنه روی ایتالیایی. بعد از 5 دقیقه که ایتالیایی حرف بزنه دوباره میفهمه که خب کلاس زبان اصلش انگلیسیه و دوباره انگلیسی تدریس میکنه. اوکی. مرسی نارال. در آخر توصیه‌ای داری برای بچه‌هایی که دارن امسال میان تریسته؟ بله، اگه درس‌های ترم اولتون رو تقلب کنید و خوشحال باشید، سال دوم 2 تا درس خیلی سختن، جفتشون هم امتحان شفاهی دارن، استادای سختگیری هم دارن، به بیسای قبلی هم احتیاج دارن. یعنی اگر که اوایلش پوستتون کنده نشه بعداً پوستتون کنده میشه. یعنی سعی کنید همون اوایل جمعش کنید، درس رو بخونید اوایل دیگه. مرسی نارال، خیلی لطف کردی، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. منم همینطور. من در آخر 2 تا نکته اضافه کنم. یکی مارال در مورد این گفت که سال اول درس‌ها رو بخونید. اگر بخواید ما کلاس‌های ریاضی مرتبط با لیسانس بیزنس و فایننس تریسته رو قرار برگزار کنیم و میتونید اطلاعاتش رو از پشتیبانی بگیرید. در مورد پیدا کردن خونه هم همچنین ما امکانات پیدا کردن خونه قبل از اومدن شما رو براتون داریم که هزینه‌اش به اندازه 1 ماه اجارتون میشه. طبیعتا نسبت به اینکه شما بخواید پول ایجنسی بدید و توی هاستل بمونید خیلی براتون به صرفه تر میشه. اونم باز میتونید از پشتیبانی بپرسید که من آیدی پشتیبانی، آیدی کانال و گروه تلگراممون رو زیر ویدیو براتون میذارم. مرسی که با ما همراه بودید و فعلا خداحافظ.